ولی اگه منابعمون رو قطع کنید پایگاهمون از هم میپاشه. متاسفم، اما این یه دستور از مقامات بالاست. پایان جلسه. لعنتی. فرمانده، یکی از کسایی که پیدا کردیم یه فلش همراهش داشت. گمون کنم همون اطلاعات گم شده است. پرسنل آزمایشگاه رو خبر کن. ممکنه با این اطلاعات بشه جلوی این ویروس رو گرفت. اونایی که پیداشون کردید رو هم بیارید. این اطلاعات به درد نمیخوره. هی، بقیه کجا؟ بقیه اونا بیهوشن. ما 2 نفر رو از دست دادیم فقط به خاطر یه سری اطلاعات به درد نخور. من برادرزادم رو از دست دادم به خاطر یه سری اطلاعات آشغالا به درد نخور. لعنتی. راه ما هم اینجا جدا میشه. از اونجایی که به پایگاه ما دیگه بودجه برای ادامه تحقیقات داده نمیشه، این مقر منحل میشه. ما داریم مردم رو از پناهگاه ها منتقل میکنیم به یه شهر دیگه. بعضی از اعضای گروه توزاشون بده. اونا رو با خودمون میبریم تا بهبود پیدا کنن. تو هم میای؟ نه، بهتره من جدا بشم. این تقصیر منه که اونا صدمه دیدن.